تاجیکستان. امروز میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری تاجیکستان در اساس سازشنامه آید به گذرگاه‌های سرحد دولتی 5 تا گذرگاه‌های سرحدی فعالیت میکنند. از اینها 4 تاش در منطقه ولایت سوق و 1 تاش در ولایت سوق در ناحیه مرغاب قرار دارد و امروز از طرف فعالیت این گذرگاه‌ها در نظام مقرری عملی شده ایستاده است. لیکن طوری که شما آگاه هستید طی روزهای آخر بر اثر آن حادثه‌ای که رخ داده بود یک طرف از جانب جمهوری در آن طرف سرحد بود و این البته تو اندازه سرحد جمهوری پرداخته بود تیم سازشنامه انتقال مال در نظام مقرری به عمل برآورده که در مقامات گمرک بیافتند. خب اکنون البته این ظهوراتی است که نه تنها مقامات گمرک در دل مقاماتی که داغدار شدن اون مقامات میگرده، لیکن برابریت این روزه خدماتی بیگونه ظهورات رو یکی از سمت وزارت نوک فعالیت خود انتخاب نموده است و بر اثر عملیات مشترک و اگنتی وزارت مالیه و مبارزه با کروپسیا دیروز یک پیشگیری کرده شد و در آینده ما با وجود آن که بسیار مچاره‌جویی کردیم برای گرفتن پیش روی این ظهورات نامطلوب و در آینده فعالیت مقصدناک کردن این ظهورات ما ادامه خواهیم داد. برای 40% پرداخت را با بودجه دولتی تامین میکند و نمیتوان پورا فساد زده است و حتی همون شرحی که از طرف کارشناسان گذرانده شده و در بسیار کشورهای دنیا مقامات گمرک در خطر 10 مقامات فساد زده هم حتی داخل نیستند، چون که این مسئولیت و این وظیفه ها در سمت پیشگیری قاچاق گمرکی جمع‌آوری پرداخت‌های گمرکی این مسئله هستند که پیش از همه فعالیتی بود دست دیدی پاک فعالیت کردن و از طریق کارمند تقاضا می‌کنند. برای همین در تمام گذرگاه‌های سرحدی تلفن‌های باوری نصب کرده شده است. در تمام کارمندانی که به کار در مقامات جلب کرده میشن سرگرم میکنند و ما با استفاده از این فرصت مناسب هر گونه حالتی که اگر شما از آن آگاه شدید و ما اخبارات پیشنهاد میکنیم بسیار خوب میشه. ما شعبه مخصوصی به خطری داریم در هیئت ریاست کار با کارها و کارهای مخصوص که یکی از وظیفه‌های اساسیش مبارزه با این ظهورات